намекнуки, ну вообще, мне вообще нечего скрывать, в принципе. Я не шпион, не военный какой-нибудь. Да. Не может быть такая секретная информация, так что я, в принципе, доверяю своему государству. Мне нечего тоже скрывать, разговариваю. Хай они, может быть, прослушивают, но все равно. Yani fikir mekneti ve her mümkün ki güç şunanda. Маленький, я ничего такого не говорю. مثلا کدوم موضوع اگر صحبت کنید بیشتر گوش میکنه که تلفنی نشود نه؟ موضوعی که شخصی باشه گفته نمیشه که در خود جگه زده است چون گفته نمیشه نه نمی‌فهمی که در برای دختر باشه یعنی در برای دختر با دوست دختراتون باشد اگر تلفنی نمیکنید؟ گوش میکنن نمیکنن تلفن رو؟ البته گوش میکنن. همه چیزی که ما گپ بزنیم با دیگر همه ثبت میشه و در کامپیوترم. پس شما احتیاط میکنین برای درس وقت صبح؟ بله. در موردی که وقتی که سخن بحث شخص واسه باید با تلفن گفتن نیده مثلا ای پیش مفاد میکنیم ای با تلفن نمیشه سیانو هم سخن میگم در اوج حساب میشه یک موردی هم خوبه بسیاری جوانان هستند که با واسطه تلفن یکدیگر را با هر کاری بد دعوت میکنن. ایش هم خوبه یک جهت میگیرن آدما را پیشگیری میکنن اینمی حسابش خوبه ایش اما با همه را گوش کردن لازم نیست خیلی مثل آدمی دعوت میکنی خونه دم زنگ میزنم خیلی دعوت میکنی به خونه ملاقات در خونه میکنن. مثلا بعضی فکر میکنن که تلفنشون گوش کرده میشه و احتیاط میکنن. شما چه فکر دارید؟ میکنن گوش میکنن؟ نمیکنن. چون ما آگاه خیلی شخصی ماست گوش نمیکنن. بعد در هر موضوع خواهید گپ زدن؟ نه در هر موضوع به هر حال احتیاط میکنن. برای چی احتیاط میکنین مثلا در هر موضوع که احتیاط نمیکنیم چون ما آگاه خیلی سیکرت وای بعد نداره. نکنه حتی گونه نکنه گپ زنه خیلی آگاه وای به معنی خیلی گپ نداره. چی بون؟ نه تلفن رو هیچ که گوش نمیکنن چیزی که فورا گپ زدن میتونم یگان چیزی با جای باشن در تلفن گپ میزنم چی باوری دارم که هیچ که گوش نمیکنن وای به غرض ما وای اگر که وای خود یگان کسی کنفرانس کنند دا وای آدم سیم گوش میکنه دیگه هیچ کس وقتش نمیتونه صدایش نه گوش کردن نمیتونه اگر بخواد چهلس کمپانی گوش کردن میتوند وای چیزی که ما گام میزنیم که تیفی گام میزنیم که وای کمپانی دا ثبت شده میمونه به هر حال برای هیچ خطر نداره. فکر میکنید که مثلا تلفن رو گوش میکنه صحبت ها رو؟